کوله پشتیم را بر می دارم. امروز سفرم را آغاز می کنم. سفری نه برای دیدن جاده و شهر، بلکه برای رفتن به دل تاریخ، به سرزمینی که روزگاری نامش کند بود و بعدها قم نام گرفت. شهری که قصهش در کتابها نیامده اما هنوز در دل خاک و حافظه فراموش شده ایرانیان زنده است. راه پیش روست و من عازم سفری هستم که شاید نگاهمان را به گذشته تغییر دهد. درود بر شما بینندگان، هم میهنان و هم زبانان میهنمان. سفرم را آغاز می کنم. راهی شدم به سوی شهری که امروز آن را قم می نامند، اما در روزگاران دور نامش کنب بوده. شهر ایرانی در دل سرزمین ساسانیان. بسیاری قم را تنها با جلوه‌های امروز میشناسند، اما من آمدم تا پرده از چهره فراموش شده‌اش بردارم. شهری که پیش از آمدن مهاجمان خانه دهقانان ایرانی بود، سرزمینی پر از شکوه، اما بعدها به میدان خون و فاجعه تبدیل شد. همین جاده‌ای که زیر چرخ‌های ماشین می‌گذرد، هزار و اندی سال پیش گذرگاه قافله‌هایی بود که سرنوشت این دیار را برای همیشه تغییر دادند. من به قم نمی‌روم، به قلب تاریخ می‌روم. اما آنچه خواهید شنید تنها روایت من نیست. منابع ما روشن و مستند است. کتاب تاریخ قم نوشته حسن ابن محمد قمی کهن‌ترین کتابی است که از سرگذشت این شهر سخن گفته. کتاب فتوح البلدان از بلاذری که فتوحات عرب را در جای جای ایران شهر داده. تاریخ طبری اثر محمد ابن جریر طبری که روایت فروپاشی ساسانیان و ورود اشعریان به قم را بازگو می کند و پژوهش‌های معاصر از جمله ایران در زمان ساسانیان، تألیف آرتور کریستنسن و مقالات دانشنامه ایرانکا و جهان اسلام. اینها اسنادی هستند که بر پایه‌شان سرگذشت فراموش شده قم یا همان کنب قدیم را بازسازی می‌کنیم. روایتی که شاید شنیدنش آسان نباشد، اما حقیقت را باید گفت. دوستان، این مسیری که داریم میریم مسیر قم هست، مسیر تاریخی که هزاران سال مردمان از این راه گذشتند. اگر این جاده زبان بداشت و زبان میگشود، میگفت که چه کسانی از این مسیر اومدن گذشتند. از دل شهر عبور میکنم. خیابانها، خانه‌ها و زندگی روزمره مردمانی که شاید کمتر بدانند در زیر پایشان چه تاریخی مدفون است. قم امروز پرهیاهوست، اما کنب دیروز سرزمینی بود که از دهقانان و بزرگان ایرانی بود. سرزمینی که با آمدن مهاجمان به خون کشیده شد. گام به گام بالا می روم تا بر فراز کوه خضر بایستم. از اینجا شهر زیر پای من است و درست همینجاست که می خواهم قصه ای را آغاز کنم که در کتاب‌های رسمی کمتر خواهید یافت. روایت سقوط کند و قتل عام مردمانی که تنها جرمشان ایرانی بودن بود. خب دوستان، ما امروز اومدیم الان پای کوه خضر. اینم کوه خضر. میخوام برم از این سمت بالا قم به شما نشون بدم. خب ما بریم بالا سمت کوه خضر. این هم غروب آفتاب قم. از بالای کوه داریم غروب آفتاب قم رو به شما نشون میدیم. 61 سال از مرگ یزدگرد سوم واپسین شاهنشاه ساسانی گذشته بود که قومی از عرب اشعریان از کوفه کوچ کردند.
و در کنار آبهای کند خیمه زدند. یزدان پادار حاکم کهن این سرزمین فرزند خویش را نزد آنان فرستاد تا از مقصودشان آگاه شود. آنان در آغاز با سخن نرم گفتند که جز آرامش و همسایگی نمیخواهند، اما اندک زمانی نگذشت که با تدبیر و سپس با زور بر 7 روستای کهن دست یافتند: جمره، صبر، قسطانه، جند نباد، سندرویه، مالون و کاموند. خاندان یزدان پادار پراکنده شدند و بسیاری از مردمان بیدفاع به خون غلتیدند. از آن پس تاریخ قوم رنگ دیگری گرفت، رنگی آغشته به خون و اندوه و غارت. اینجا قم است، سرزمینی که در دل تاریخ زخم‌های فراوانی بر تن ایران دیده است. 61 سال پس از مرگ یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، سرزمین ماد و جبال یکی پس از دیگری به دست فاتحان عرب افتاد. در کتاب فتوح البلدان آمده است که مردمان این دیار ناچار به پرداخت خراج و جزیه شدند. بسیاری از شهرها در برابر سپاه فاتح مقاومت کردند، اما پس از شکست مردمشان قتل عام یا اسیر شدند. قوم هم از این تقدیر تلخ بی نصیب نماند. تاریخ قوم روایت می کند که مهاجران اشعری از کوفه به اینجا آمدند. ایرانیان بومی برای بقا ناچار شدند زمینهای خود را واگذار کنند و زیر فرمان تازه واردان زندگی کنند. سنت‌ها و باورهای کهن ایرانی آرام آرام در سایه دین تازه کم رنگ شد. در سده‌های بعد یورش‌های پیاپی بر این خاک ادامه یافت. در حمله مغول قم به آتش کشیده شد، مردمانش کشته شدند و مزارع ویران گشت، همان گونه که جوینی در تاریخ جهانگشای نوشته: هیچ شهری در ایران از تیغ مغولان در امان نماند. و در روزگار تیمور بار دیگر قم شاهد ویرانی بود. تیموریان مردم را به بند کشیدند و شهر را بار دیگر ویران کردند. قم، این شهر که امروز آرام به نظر می رسد، در دل خود خاطری تلخ قرنها جنگ، ویرانی، مهاجرت و قتل عام را پنهان کرده است. ایستادن بر این کوه به ما یادآوری می کند که هر وجب از خاک ایران با خون و رنج نیاکانمان آمیخته است. این سرزمین، قم یا کنب باستان، شاهد قرنها درد و رنج بوده است. از قتل عام مردمانش در روزگار یورش اشعریان تا ویرانی های مغول و تیمور بارها خون بر خاکش ریخته شد، اما با همه این زخم‌ها ایران زنده ماند. تاریخ به ما می آموزد که اگر هوشیار نباشیم، اگر گذشته خود را نشناسیم، باز هم همان سرنوشت تکرار خواهد شد. ایرانی، بیدار باش. این خاک تنها با ایستادگی و آگاهی ما میتواند بماند و این روایت تنها بخشی از هزاران حقیقت ناگفته تاریخ این سرزمین کهن است. اگر این روایت ها برایت ارزشمند است، اگر میخواهی حقیقت های ناگفته تاریخ ایران را بشنوی و در این سفرها همراه هم باشی، فراموش نکن کانال را سابسکرایب کنی و زنگوله را بزنی تا هیچ کدام از روایت های بیدار کننده را از دست ندهی.